وقتی خدا بخواد برای تو معجزه کنه و گرهاتو حل کنه، مجبوره یه جاهایی تنهات کنه، مجبوره یه جاهایی اشک به چشمات بیاره، مجبوره یه جاهایی یه کاری کنه تو با صورت زمین بخوری. چرا؟ چون تو رو بشکنه و قلب شکسته جای خداست. قلب تو رو آماده فرود معجزه و ملائکه و کمک ها و امدادهای غیبیش بکنه. ناراحت نباش، خوشحال باش. بابا از کجا میدونی؟ شاید بعدیش نوبت تو باشه.